در این ویدیو قرار بدونیم که انتقال در نی یعنی چی و به چه صورت انجام میشه. با من همراه باشید. خب انتقال مفهوم کلیش چیه؟ مفهومش اینه که ما یک قطعه موسیقی رو در گام‌های مختلف بنوازیم بدون اینکه ماهیت اون تغییر پیدا بکنه. خب انتقال به چی ربط داره؟ به فاصله ها در فواصل به این صورتی که معمولا از پرده و نیم پرده استفاده میشه و در موسیقی ایرانی که یک چهارم پرده هم هست. خب فواصل در نی به چه صورته؟ ما اگه از نوت دوی اوج شروع بکنیم تا دوی قیس، این پرده نیم پرده ها رو میخوایم بشناسیم. دو تا ره یک پرده، ره تا می یک پرده، می تا فا نیم. ولی بعضی موقع میبینیم که در نوت در ماهور سی بمول ماژور نوشته شده آهنگ، مثلا ماهور سی بموله.